بسم الله الرحمن الرحیم. سوره الدخان رسیدیم و کلمه دخان بسیاری از سوره ها وقتی که یک کلمه دمو آمده باشه باز نامگذاریش هم به مو میشه. کلمه دخان یا دود در این سوره آمده است و این دلالت به این میکنه که اول در خلقت آسمان و زمین علما میگن که دخان بوده، به شکل دود بوده، گاز بوده، پس آن وقتی که به شکل دیگه که خلق شده و در آخر زمان هم میگن که یک دود خطرناک میه بعد از این آمدن دود خطرناک که والله اعلم شاید هم جنگ های ذروی شوه و این قرآن خبر داده و بالاخره قیامت و سرنگونی زمین و ویرانی دنیا و ایگه پاکلش از علامات قیامت هستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم از حروف مقطعات است. والله اعلم بمراده. والکتاب المبین. والکتاب المبین و قسم است به کتاب المبین واضح و آشکارا که قرآن عظیم الشان است. الله متعال به این کتاب با عظمت، با این کتاب بزرگ، با این کتابی که تمامی نظام های اسلامی دری هست به شکل واضح و روشن قسم یاد میکنند. المبین قبلا هم گفتیم که کتاب است که در این نظام اعتقادی اسلام، نظام فکری اسلام، نظام اعتقادی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، تعلیمی، تربوی، نظامی، فرهنگی و سایر نظام‌های اسلام دایی به شکل واضح بیان شده. انا الله متعال ضمیر جمع استعمال میکنه و ما و شما گفتیم در جایی که الله متعال در جایی که توحید بیان میکنه الله متعال ضمیر مفرد استعمال میکنه. قل هو الله احد الله الصمد ادعونی مفرد است. اما در جایی که باز الله متعال عظمت و قدرت خود بیان میکنه بازوی ضمیر جمع را استعمال میکنه. در زبان عربی یک ضمیر است به نام ضمیر تعظیم و بزرگی. ما و شما در فارسی هم داریم. در فارسی هم مثلا یک کسی برای پدر خود نمیگه که تو، میگه شما. پس اینجا میگه چرا پدرت تو نگفتی شما گفتی یا استاد شما گفتی؟ میگیم به خاطر ازی که این ضمیر جمع را استعمال کردیم به خاطر احترام و ادب و عظمت. انا انزلناه فی لیلة مبارکه. الله متعال میگه یقینا که ما با عظمت خود با قدرت خود نازل کردیم این قرآن عظیم شان را فی لیلة مبارکه در شب با برکت. امو انا انزلناه فی لیلة القدر این تفسیر میکنه که این شب مبارک کدام شب بود؟ شب قدر بود که در این عبادت بهتر است از 1000 شهر. انا کنا منذرین. الله متعال میگه ما با عظمت خود هستیم منذرین ترساننده. یعنی الله متعال مردمای نیکبخت به جنت بشارت میده و مردمای بدبخت میترسانه. فیها در این قرآن عظیم الشان یفرق و فرق میشه کل امر حکیم، هر کار با حکمت. شما وقتی که قرآن بخونین در اینجا مسائل با حکمت با مسائل بی حکمت فرق میشه که کار حکیمانه با حکمت کار خوب کدام یکیست؟ امر من عندنا. الله متعال میگه این قرآن وحی هست من عندنا از جانب ما. انا کنا مرسلین. الله میگه ما به عظمت خود این قرآن عظیم الشان فرستادیم. دیگه قرآن چی هست؟ این کلش صفات قرآن میگه. اول قرآن صفت اولش چی بود که المبین است. کتاب چی است؟ مبین، واضح و آشکار است در نظام‌های مختلفش. دیگه چی است قرآن عظیم الشان؟ این قرآن عظیم الشان کتاب است که فرق میکنه صفت دومیش بین حق و باطل، بین حکیمانه و غیر حکیمانه. سوم صفت قرآن چی است؟ که این قرآن وحی است از جانب الله. چهارم چی است؟ رحمت است. قرآن عظیم الشان از جانب کی هست این رحمت؟ من ربک، از جانب پروردگار تو. انه هو السمیع العلیم. یقینا که الله بسیار شنوا هست و علیم بسیار با خبر است. رب السماوات والارض، خلق کننده آسمان ها و زمین است و ما بینهما و آنچه که در آسمان و زمین است.
ان کنتم موقنین، اگر شما یقین داشته باشین. الله متعال اینجا توحید ربوبیت گفت. ما و شما خواندیم توحید سه قسم است. یکی توحید ربوبیت است، یکی توحید الوهیت است و یکی هم توحید اسما و صفات است. توحید ربوبیت توحید افعال هست. خلق کننده، روزی دهنده، شفاعت دهنده، زنده کننده، میراننده، این کلش چی است؟ افعال الله هست. این رب السماوات والارض توحید ربوبیت بیان میکرد. الله خلق کننده آسمان ها و زمین است. الله از بین برنده آسمان ها و زمین است. الله مالک متصرف آنچه در آسمان ها و زمین است. این توحید ربوبیت میگن. توحید الوهیت باز دو بخش دارن. بخش اولش توحید عبادت است، بخش دومش توحید اطاعت است. توحید الوهیت یعنی یگانگی الله در دو چیز. الوهیت، توحید الوهیت یگانگی الله در دو چیز. اول یگانگی الله در عبادت، دوم یگانگی الله در اطاعت از شریعتش، یعنی فقط الله را عبادت کنی و فقط اطاعت از شریعت الله بکنی. این توحید چی میگن؟ توحید الوهیت میگن. و قسم سومش توحید اسماء و صفات است که این هم میایه. الله متعال وقتی که گفت رب السماوات والارض و ما بینهما، این توحید ربوبیت بیان میکنه. الله رب آسمان هاست، خالق آسمان ها و زمین است، روزی دهنده آن مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین است، شفا دهنده مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین است، منفعت و ضرر رساننده بر مخلوقات در زمین و آسمان هست. پس رب آسمان ها و زمین و ما بینهما و آنچه که در آسمان و زمین است، ای الله هست. این کنتم موقنین، اگر شما یقینا موحد باشید. توحید الوهیت بیان میکنه. لا اله الا هو، نیست هیچ کسی مستحقی که ذاتش عبادت شوه در توحید عبادت و شریعتش اطاعت شوه در توحید تشریع، الا هو، مگر او که الله هست. یحیی، یکی از افعال الله چی است؟ که زنده کننده هست. و یمیتو، دیگه از افعال الله چی است؟ میراننده هست. ربکم، خلق کننده شما هست، و رب آبائکم الاولین، و خلق کننده پدران قبلی شما هست که پیش از شما گذشتن. بلکه مردمای بیدین فی شکن، همیشه در شک، یلعبون، بازی میکنن. اینا وقت خدا مثل که یک طفل در بازی وقت خدا سپری میکنن، مردمای بیدین در شک وقت خدا چی میکنن؟ سپری میکنن. فرتقب، پس تو انتظار بکن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یوم، روزی را که تأتی السما، و آسمان میاره، به دخان مبین، یک دود بسیار آشکار سیاه میشه. آفتاب دیده نمیشه، مهتاب دیده نمیشه، سیارات دیده نمیشه، کل دنیا را یک دود میگیره. یخش الناس، پنهان میکنه مردم ای دود. هذا عذاب علیم، ای عذاب بسیار دردناک است. ربنا، باز مردم میگن که ای رب ما، اکشف عنا العذاب، دور کو از ما عذاب را، انا مؤمنون، ما مؤمن هستیم. انا لهم الذکر، میگه کجا بود بر از اینا نصیحت برشان گفته میشه؟ چه شد اون نصیحت های قبلی که وقد جاءکم رسول مبین، یقینا بر شما آمد رسول پیغمبر مبین آشکارا. ثم تولوا عنه، باز از روی دور دادن. و قالوا، باز چی میگفتن؟ معلم مجنون. باز میگفتن صاحب این یک تعلیم داده شده هست دیوانه. همیشه کافرها چی عادت دارن؟ سر مسلمان ها نام میمانن. تو معلم دیوانه هستی، تو در سابق اصطلاحات کلاسیکشان همی بود، تو دیوانه هستی، تو ساحر هستی، تو کاهن هستی و تو دروغگوی هستی و تو چطور اصطلاحات عصری و پیشرفتش باز چی است؟ که تو تروریست هستی و تو اکستریمیست هستی و تو فاندامنتالیست هستی و تو بنیادگرا هستی و تو فلان هستی و دهشتگرد هستی. الله متعال باز میگه وقتی که سر از اینا عذاب الله بیه، باز برشان میگه که آله چطور شد؟ کی تروریست است؟ تو یا ما؟ کی بدبخت است؟ تو یا ما؟ اصطلاحات است. ان الله متعال میگه کاشف العذاب، ما کشف میکنیم، دور میکنیم عذاب را. قلیلا کم، انکم عایدون، شما باز
عودت کننده ها هستین. یوم روزی است که نبتش البطشته میگیریم، اما تو به گرفتن الکبرا ان بطش ربک لشدید، گرفتن الله باز بسیار سخت است. یوم در روزی که نبتشو میگیریم البطشته، با گرفتن الکبرا بزرگ، انا منتقمون، الله میگه باز ما او روزی که باز انتقام میگیریم از دشمنای خود، کسایی که ضد توحید کار میکردن، کسایی که مسلمان ها را اذیت میکردن، آزار میدادن، ضد قرآن و ضد سنت کار میکردن، تبلیغ میکردن، مخالفت با درس قرآن داشتن، مخالفت با سنت پیغمبر داشتن، الله متعال میگه باز از اینا امتحان میگیریم. ولقد و یقینا که فتنا، ما امتحان کردیم قبلهم، قبل از اینا، قبل از قریشی ها، قبل از این مردمایی که در عصر شما بودن، کی را در امتحان قرار دادیم؟ الله متعال میگه قوم فرعون را و جاءهم رسول کریم، بر از آنها یک رسول بسیار با عزت آمد. ای برشان چی گفت؟ ان ادوا الی عباد الله، که حواله کنین به ما عباد الله، ای بنده های الله، بین سرنوشتانه، کارتانه، دعوتتانه به طرف انی لکم رسول امین، من رسول الله هستم، امین هستم، بسیار امانتکار. و ان لا تعلوا علی الله، شما بسیار سرکشی نکنین، بلند پردازی نکنین، خدا بلند نگیرین علی الله، بر الله. انی آتیکم بسلطان مبین، من بر شما میارم دلیل بسیار واضح و روشن. و اینی و ما خودم که هستم اعوذ پناه گرفتیم به ربی، به رب خود، و ربکم، بر پروردگار شما، ان ترجمون، اگر شما مرا سنگسار کنین. یا دیگه چی میگفتن؟ که ای موسی اگر توی دعوت قطع نکنی ما تو را سنگسار میکنیم. ای برشان گفت این من دلایل پیش کردم، آله اگر شما مرا سنگسار میکنین من به کی پناه میبرم؟ به رب خود. و ان لم تؤمنوا لی فاعتزلون، پس اگر شما به من ایمان نمیارین، سخن مرا قبول ندارین، برین جدا شین، برین پشت کارتان دیگه. فدعا ربه، میگه موسی علیه السلام دعا کرد، دست دعا بلند کرد به پروردگار خود، ان هؤلاء قوم مجرمون، که یا الله این مردمای مجرم هستند. فاسری بعبادی، الله برش گفت که ای موسی علیه السلام فاسری بعبادی لیلا، فاسری پس حرکت بتی، یا ببر بنده های مرا، لیلا در شب، انکم متبعون، شما تعقیب میشین. لشکر فرعون اینا را تعقیب میکرد، گفت آلیا میخواین شما را از بین ببرن، حرکت بتی، بنده های مرا از اینجا بکششانه. واترک البحر رهوا، بگذار بحر مت آرام. وقتی که اینا رسیدن پیش بحر که دو توته شد و لشکر موسی علیه السلام، امی کسای پیروان موسی علیه السلام بودن، از پشتش تیر شدن، الله متعال گفت که واترک البحر رهوا، بحر باندم و آلتش آرمیده، انهم جند مغرقون، بان که اونا پیش بین یا لشکری هستند که غرق میشن. الله متعال میگه وقتی که اینا غرق شدن، شما دیدین که کم ترکوا من جنات و عیون، چقدر یاتر کردن، باغها بر خود ساخته بودن، چشمه ها ساخته بودن، و زروع و کشتی ها ساخته بودن، و مقام، کشتی ها و کشتزارها، و مقام کریم، و خانه ها و قصرهای بسیار زیبا ساخته بودن، و نعمت کانوا فیها فاکهون، و بسیار نعمت هایی که در او بسیار فاکهین، خوشحال بودن و فکاهی میگفتن و لذت میبردن. کذالک، این چنین، و اورثناها قوما آخرین، ما ایره به میراث گذاشتیم به قوم دیگری. فما بکت علیهم السماء والارض، باز میگه گریه نکرد سر از اینها آسمان و زمین، و ما کانوا منظرین، و نبودن مهلت دهنده شدگان. اینجا علما میگن که فما بکت علیهم السماء والارض، این چی معناش میگه ای است که وقتی یک مسلمان میموره، اما قسمت زمین که عبادتش توی سرزو عبادت میکنی، او گریه میکنه پیش الله که بنده پیش ما عبادت میکرد، همین قسمت در عبادت خود غرق کرده بود، پس او میگه سر از بنده چی میکنه؟ گریه میکنه. و اون قسمت آسمان که سر از رحمت الله را نازل میکرد، این هم در گریه میشه. اما سر کافرها میگه آسمان و زمین، فما بکت علیهم السماء والارض، گریه نکرد بالای از اینا آسمان و زمین، و ما کانوا منظرین، و نبودن کسایی که مهلت داده شوند. ولقد نجینا، الله متعال میگه یقینا که ما نجات دادیم بنی اسرائیل من العذاب المهین، از عذاب توهین کننده. عذاب توهین کننده را کی برشان میرساند؟ فرعون. من فرعون، انه میگه امی فرعون کان بود عالیا، بسیار بدماش، بسیار سرکش بود، من المسرفین، از کسایی که بسیار زیاده روی میکرد، از حد میگذشت.
ولقد اخترناهم على علم على العالمین. الله متعال میگه ما اختیار کردیم امی اولاد یعقوب علیه السلام را علی علم، با علم، علی العالمین، به اون مردمایی که در اونجا بودن. یا اختیار کردیم که شما بنده های خوب باشین، دیندار باشین. فرعون هلاک شد، قومش هلاک شد. و آتیناهم، میگه الله میگه ما برشان دادیم من الآیات، از دلایل وحدانیت، دلایل وجود الله، دلایل قدرت الله، ما فیه که در آن بود بلاء مبین، آزمایش آشکارا. ان هؤلاء لا یقولون، این مردمای بدبخت باز چی میگن؟ ان هی الا موتتنا الاولى، ما اینم یک مرگ داریم، نیست مگر هم یک مرگ است، موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرین، و ما باز دوباره چی نمیشیم؟ مبعوث نمیشیم، زنده نمیشیم، دوباره نشر نمیشیم، برانگیخته نمیشیم. فأتوا بآبائنا، باز دلیلشان چیست؟ میگن که خی بیارین پدران ما را که کنتم صادقین، وار زنده بسازین. اهم خیرون، الله متعال میگه آیا پدرای از اینا بهتر بود؟ او قوم یا امی مردمای بیدین قریشی و کافرای معاصر شما یا قوی هستن؟ او قوم تبع، یا قوم تبع والذین من قبل، و کسانی که قبل از اینا بودن. الله متعال میگه اهلکناهم، ما اینا را هلاک ساختیم. انهم كانوا مجرمین، اینا مجرمان بودن. و ما خلقنا السماوات، الله متعال میگه و ما خلقنا السماوات، و ما خلق نکردیم آسمان ها را و الارض، و زمین را، و ما بینهما، و آنچه که در بین آسمان ها هستند ما را خلق نکردیم لاعبین، به خاطر بازی و ساعتیری، بلکه در هر کدام از یک دلیل است به قدرت الله، به عظمت الله، و هر چیزی به خاطر یک هدف خلق شده. ما خلقناهما الا بالحق، ما اینا را خلق نکردیم مگر به حق. که اگر شما اینا را ببینین، برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر است، معرفت کردگار. الله متعال میگه ما خلقناهما، یا را خلق نکردیم مگر بر چی؟ بالحق، به که مردم توحید درک بکنن، حق درک بکنن. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لکن اکثریت از اینا نمیفهمن یا نمیخواین بفهمن. ان یوم الفصل، یقینا روز فیصله، روزی که در بین مردم فیصله صورت میگیره یا فاصله و جدایی میشه بین حق و باطل. میقاتهم، روزی است که بر از اینا وعده شده اجمعین، تمامی. یوم، روز قیامت، روزی است که لا یغنی مولا عن مولا شیئا، که فایده نمیرسانه هیچ دوست از دوست دیگری شیئا چیزی، ولا هم ینصرون، و نه هم بر از اینا نصرت کمک میرسه، الا من رحم الله، مگر کسی را که الله سرش رحمت فرستاده باشه. رحمت الله کی است؟ که تو دوست را اختیار کردی که دیندار است، تو را به طرف حق میکشانه. انه هو العزیز الرحیم، یقینا که الله متعال ذات غالب است و ذات مهربان است. این شجرة الزقوم، میگه یک درخت است به نام زقوم که در دوزخ است. این میگه طعام الاثیم، غذا هست برای کی؟ برای گناهگارا. کل مهل، مانند مس جوش داده شده هست. یغلی فی البطون، که وقتی که در شکم دوزخی ها میره از داخل در جوش میه شکم هایشان. که غلی الحمیم، مثل جوشیدن آب گرم. آب گرم شما سعی کنید وقتی که در جوش میه چه قسم تو صدا میته، خذوه، الله متعال میگه بگیرین این کافر مرتد بیدینه، فاعتلوه، بازو را کش کنین، الی سواء الجحیم، دمی میابین دوزخ ایره ببرین، ثم صبوا، سپس بیاندازین، فوق رأسه، بالای سر از این، من عذاب الحمیم، از عذاب آب جوش، ذق، برازی میگه بچش، انک، یقینا که تو، انت تو بودی العزیز، که در دنیا خدا بسیار عزتمند میپنداشتی که ما بسیار با قدرت هستم، عزتمند هستم، الکریم، بسیار با نسب هستم، بسیار کرامت دارم، بسیار عزت دارم. ان هذا ما کنتم به تمترون، این اونمو عذاب است که شما در قسمت از او تمترون، در شک بودین. ان المتقین، یقینا که انسانهای با تقوا و با ایمان، فی مقام، در جایگاه می باشند که امین، در بسیار امنیت و آرامش می باشند. فی جنات، در باغ هستند، و عیون، چشمه ها هستند. یلبسون، می پوشند، من سندس و استبرق، دو قسم لباس، لباس ابریشمی نازک و ابریشم دبل، متقابلین، که با هم روبرو در تخت ها، چوکی ها نشسته می باشند در مقابل یکی دیگر و با هم سخن و گفتگو می کنند. کذالک، همین قسم بر از جناتی ها و این نعمت ها را میتیم. و زوجناهم بحور عین،
باز برای مردهای جنتی چی میکنیم؟ حوری که اینا عین هستن، یعنی با چشمای بزرگ، یدعون فیها بکل فاکهة آمنین، وقتی که اینا هر میوه که میخورن صدا کرده میشوند که آمنین، به امن باشین، راحت باشین. لا یذوقون فیها الموت، ای جنتی ها در جنت نمیمیرن الا الموتة الاولى، مگر امو مرگ نخستینه که اینا قبل از بعثت فوت کرده بودن. ووقاهم و الله متعال وقایه میکنه امی جنتی ها را عذاب الجحیم، از عذاب دوزخ. فضلا من ربک، این یک فضیلت از جانب پروردگارت است. ذلك هو الفوز العظیم، این یک کامیابی بزرگ است. فانما یسرناه بلسانک، ای رسول الله صلی الله علیه و ما این قرآن بسیار آسان ساختیم. بلسانک، به زبان تو. قرآن آسان است که مردم میگه که والله صاحب اگر تو قرآن 14 علم یاد نداشته باشی قرآن یاد نمیگیری، در حالی که قرآن الله میگه بسیار آسان است. مردم های هستند که مکمل تلاوت قرآن در یک ماه 20 سال انگلیسی بخوانی بازم در اسپیلش غلطی میکنی. باز میگه که والا چطور است این صاحب اسلیپش است و درزنده نوشته میشه، باز میگه دیش سایلنت است و اینش سایلنت است، ونزده خوانده میشه و چطور میشه چنان میشه. الله متعال میگه این کلام الله کسی آسان است که ژاپنی، چینایی، افغانی، احیانا شما بعضی قاریای چین و ژاپن و مثلا فیلیپین و افغانستان رو ببینید تو قرآن میخونه که از عرب هم کده خوبه. چی است؟ الله متعال میگه ما ایره بسیار آسان ساختیم و فهمش هم بسیار ساده و آسان است. بسیار کلی امیل دیم بین شما صرف چند هستی تو بچه جان؟ ها؟ در مدرسه هستی؟ چند سپاره خوندی؟ خلاص کردی؟ چند سال هستی؟ اینه 14 سال هستی؟ این حال 14 سال است قرآن حفظش هم ختم کرده و آل ماشاءالله اون ترجمه قرآن هم ختم میکنه. یعنی ببینین که قرآن چه آسان است. بعضی کتابای دیگه است تا که تو 12 پاس نباشی فلسفه و این گپا را که میخوانی یا صنف سیران ببینی که استاد برش گپ میزنه ایران میمونه میگه استاد چی میگه والا گفتش نفهمیدیم. الله متعال میگه نه این قرآن که هست میگه آسان هست، آسان ساختیم الهی رسول الله به لسانی که به زمان تو لعلهم یتذکرون، شاید که اینا پند بگیرن. فرتقب، تو هم انتظار بکش، انهم مرتقبون، و هم انتظار میکشن. باز بعد از این انتظار ما و شما باز میفهمیم که سختی در کجاست، آسانی در کجا هست و راه در کجاست.